سلام دوستان عزیز، من سام هستم. من اینجا اتاق شکار منه. تو جلسه قبل اومدم در مورد مدیریت سرمایه صحبت کردم و اصولش رو بهتون توضیح دادم. تو این جلسه هم اومدم که در مورد مدیریت پوزیشن باهاتون صحبت کنم. امیدوارم از این آموزش خیلی خوشتون بیاد و اینکه تو معاملاتون استفاده کنید و سود کسب کنید ازش. بی مقدمه میریم سراغ شروع کار. با ما همراه باشید. خب ببین عزیزان، شما فرض کنید که ما یه ارزی رو پیدا کردیم، مثلا ارز بیت کوین رو قیمت 51240. میایم یادداشت میکنیم این اطلاعاتی رو که گفتیم. ارز بیت کوین یا همون به اختصار BTC، نقطه ورودمون رو میایم رو قیمت 51240 در نظر میگیریم و نوع سیگنالمون رو میایم سیگنال لانگ یا همون بای لانگ یا همون افزایش قیمت در نظر میگیریم. سیگنال بای لانگ لورج یا ریسک یا همون اهرم معاملاتیمون هم رو x10 در نظر میگیریم یا همون اهرم 10. این هم یادداشت میکنیم. مثلا استاپ پلاسمون یا همون حد ضررمون هم رو قیمت $51000 در نظر میگیریم. استاپ پلاس رو قیمت $51000. حالا TP یا حد سودمون رو هم روی 3 تا حد سود سیو میکنیم. مثلا چی؟ TP اولمون رو مثلا $51000 در نظر میگیریم. TP دوم رو $51000 در نظر میگیریم و TP سوممون هم رو $52000 در نظر میگیریم. خب عزیزان من، تا اینجا یه سری اطلاعات اومدم بهتون دادم در مورد این پوزیشنمون. حالا میخوام که سناریوی اصلی رو بهتون بدم. با ما همراه ببینین. چارچوب رفتاری قیمت کلا به 2 صورته. خودتون هم خوب میدونید. وقتی ما داخل یه پوزیشن ورود میکنیم، کلا 2 حالت قیمت میتونه به ما واکنش رفتاری نشون بده. یا قرار قیمت بیاد پایین به استاپ پلاسمون بخوره، حد ضررمون فعال کنه، یا قراره بره بالا به تارگتامون برخورد کنه، یا اینکه تارگتامون رو یکی یکی پشت هم بزنه. این از این. خب اگه قیمت اومد پایین یه موقع و به استاپ پلاسمون برخورد کرد که ما هیچ مشکلی باش نداریم، اینو یادتون باشه. استاپ پلاس دوست یه تریدره، همیشه همراه یه تریدر. در کل ما نباید با استاپ پلاس مشکل داشته باشیم عزیزان. تا اینو یادتون باشه، تا ضررهای کوچیک داخل مارکت نکنیم هیچ موقع به سودای توپل و درشت نمیرسیم تو مارکت. اینو همیشه یادتون باشه. خب حالا اگه قرار باشه قیمت بره بالا و به تارگت همون بخوره چی؟ باید چیکار کنیم؟ خب اینجا دیگه بحث فرق میکنه. اگه قرار باشه قیمت بره بالا به تارگت همون برسه، وقتی قیمت به تارگت اولمون رسید ما میایم این تارگت اولمون. وقتی قیمت اومد به تارگت اولمون رسید، ما اولین کاری که میکنیم 50% حجم معاملاتیمون رو سیو سود میکنیم. چیکار میکنیم؟ 50% سیو. اوکی، سیو سود.
و کار بعدی که میکنیم بعدی که 50% حجم معاملاتیمون سیو کردیم میایم که ریسک فری میکنیم معامله‌مون. ریسک فری کردن یعنی چی؟ الان خدمتتون توضیح میدم. ریسک فری کردن یعنی که آقا ما استاپ پلاسمون رو از جایی که هسته حذف کنیم و به جایی که نقطه ورودمون بوده داخل اون ناحیه ست کنیم. یعنی چی؟ یعنی آقا ما استاپ پلاسمون رو از $51,000 حذف کنیم و به 51,240 که نقطه ورودمونه ست کنیم. یعنی استاپ پلاسمون رو اینجا حذف کردیم به 51,240 اینجا سیوش کنیم. حالا چرا ما این کار رو میکنیم؟ یک واسه این که داخل ترید ما نباید احساسی عمل کنیم و اینکه باید ترس و طمعمون رو کنترل کنیم. خب برای اینکه ترس و طمعمون رو کنترل کنیم ما باید تو کم ریسک ترین حالت ممکن پوزیشنمون رو بیایم مدیریت کنیم. خب حواستون بود که تو $51,500 موقعی که قیمت به تارگت اولمون خورد اول سیو سود میکنیم، بعد ریسک فری میکنیم. ریسک فری. حالا وقتی قیمت اومد به تارگت دوم خورد بعد چیکار کنیم؟ وقتی قیمت اومد رو 51,800 که تارگت دومونه باز 25% حجم معاملاتی ازش خارج میشیم. یعنی چی؟ یعنی 25% حجم معاملاتمون دوباره سیو سود میکنیم و در نهایت وقتی قیمت اومد بالاتر و به تارگت سومون خورد یعنی $52,000 ما میایم به 25% آخر حجم مارجینمون رو دوباره سیو میکنیم و از معامله با 100% مارجینی که تو پوزیشن گذاشتیم خارج میشیم و معامله‌مون رو میبندیم. خب بچه‌ها این مبحث مدیر پوزیشنمون بود. امیدوارم که ازش به اندازه کافی درس گرفته باشین و اینکه تو تریداتون اجرا کنین و من خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که این آموزش‌ها واسهتون کاربردی باشه و از جلسه بعدی کم کم آموزش‌های عملیمون با لپتاپ و سیستم شروع میشه و کم کم میریم سراغ بحث‌های اصلی و اینا پایه‌های تریدمون هستن که باید اجراشون کنیم و خیلی خوشحال شدم. مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار.